خوش اومدید به چنل کریپتو لایف. امروز اومدم راجع به 3 تا موضوع برای چنلمون باهاتون صحبت کنم و روند چنل رو در انتها بهتون بگم. اول اینکه من خودم بهتون معرفی کنم، من پارسا غضنفری هستم. 2 ساله که در حوزه بازارهای مالی فعالیت دارم، مخصوصا تمرکزم روی کریپتو فعالیت دارم و آموزش میبینم و کار میکنم در هر صورت. و اینکه یه توضیح ریزی اگه بخوام بهتون راجع به این بازار بدم که دید درستی داشته باشید نسبت به چیزی که دارید واردش میشید یا واردش شدید، حالا به طور کلی اینه که تعریفی که توی ایران شده از ترید کاملا اشتباهه و به طور یه بعدی به شغلی معروف شدش که شما رو قراره یک شبه پولدار کنه یا به صورت شانسی شما رو قراره پولدار کنه. این اصلا واقعیت ترید نیست. واقعیت ترید اینه که شما باید به طور مستمر زمان بذارید، شاید 2 تا 3 سال طول بکشه که به نتیجه دلخواهتون برسید و اینطوری نیست که شما همینطوری وارد بازار بشید و شروع کنید ترید کردن و شانسی بخواید پولدار بشید با سرمایه‌تون. اصلا بحث اینا نیست. بحث اینه که شما باید استراتژیایی که به نام تحلیل تکنیکال وجود داره رو یاد بگیرید، استراتژی‌های مختلفو، و یا اینا رو با هم ترکیب کنید یا دونه دونه بک تست و فوروارد تستش رو بگیرید و به نتیجه که رسید ببینید اون نتیجه مطابق با اون ذهنیتی که شما انتظار داشتید یا میخواستید هست یا نه. اگه بود فوروارد تستش رو میگیرید و به عنوان یه استراتژی اصلیتون رو به کار میبرید و سودده میشید به قولی. این روند کلی و درست ترید و شما باید زمان بذارید در هر صورت. حالا اون هدفی که ما توی این چنل داریم و میخوایم جلو ببریمش چیه؟ 3 تا بخش داره. یه بخشیش که تمرینی برای خودمه و به شما کمک میکنه که اگر تحلیل تکنیکال بلد نیستید یا دوست دارید که یاد بگیرید یا اینکه بلدید ولی مثلا نه به اون صورتی که بتونید هر روز بازار رو تحلیل کنید و نتیجه خوبی داشته باشه تحلیلاتون، میتونید تحلیل روزانه بیت کوینی که میذارم در ادامه رو ببینید. این اولین ویدیوی چنله و اونا رو ببینید، یه دید مثبتی بهتون بده. یاد بگیرید که چجوری به بازار نگاه کنید، چجوری تحلیل کنید و بهتون یه روشی حدودی بهتون بگه که چجوری میتونید از بازار دید بگیرید و یواش یواش تا مرور زمان خودتون میتونید این کار رو انجام بدید و یک روتین خوبیه براتون. بخش دوم میشه آموزش تحلیل تکنیکال که من براتون به صورت رایگان میذارم و میتونید با من جلو بیایید و یاد بگیرید و حالا یه سری ممکنه بیشتر از من بلد باشن چون بالاخره من 2 ساله تو این بازار فعالم و شاید اگر یک سری موضوعات از دیدهایی که من توضیح میدم ببینن نتیجه بهتری براشون داشته باشه. اگرم کمتر از من بلدید یا اصلا بلد نیستید، میتونید از این لولی که من شروع میکنم لول مبتدی گذاشتن و یاد بگیرید، همراه من جلو بیایید. و اینکه تمام تحلیل تکنیکالی که یاد میدم، استراتژی هایی که از توش در میاد و ما بک تستش رو براتون میگیریم و بک تست رو میگیرم و به صورت یک ویدیوی مجزا میایم با هم بک تست رو بررسی میکنیم که مطمئن بشید اون واقعیه و ما میخوایم حقیقت این بازار رو نشون شما بدیم، نه دروغی بخوایم ویو بگیریم و با هم دیگه همراه بشیم بتونید یه نتیجه‌ای اگر دوست دارید تو این بازار فعالیت کنید یه نتیجه مثبتی بگیرید. خلاصه فعالیتمون همینه. حدوداً از 2-3 روز دیگه من استارت میذارم، هم تحلیل بیتا رو میذارم، هم یواش یواش ویدیو آموزش رایگان تحلیل تکنیکال میذارم و بک تستارم به اون زمان میگیریم. خوشحال میشم اگه دوست داشتید توی این مسیر همراهیمون کنید و با همدیگه کنار هم یک روند مثبتی رو جلو ببریم و از فضای شت مارکتی که یک سری ها با تعریف های غلط برامون درست کردن فاصله بگیریم و به واقعیتش نزدیکتر بشیم. امیدوارم که هممون یک روزی سودده بشیم و به نتیجه دلخواهمون برسیم. تا ویدیوی دیگه که حدودا میره برای 2-3 روز دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.